خب سلام برای بکس خفن. اومدیم مولتی پلی بریم بچه. من هدف اینه که رنگ هم تالو لجن کردم، رنگ مولتی رو لجن کردم، بتری رو لجن نکردم. الان بار دوم میخوام لجن کنم. قصدم هم لجن نیست، میخوام اینو دایموندی کنم. رنگ یلمو دایموندی کنم. خب که بازی استارت خورد. البته من ساعت دقیقا فیکس 21 و 22 9 و 22 دقیقه. حالا من میگیم 9 و 20 دقیقه. بچه ها اتچمنت میخواین تو کامنت ها بگین اتچمنت کالاف، یا اگه اتچمنتی داریم به کامنت بزنین، حتما تستش میکنم. اتچمنت برای اسنایپ، من اسنایپ پلیرم، کل چیام اسنایپ، جز لودات هم کلشون چیان، جز لودات 8 که اونم سر شوق گذاشتم. چی میشد دبل بشه؟ نه خدا چی میشد دبل بشه؟ دبل کیل. و بچه ها چه سبک ویدیویی بیشتر دوستان حتما بگین، براتون میذارم. مثلا ترکیبی بگین، تست میکنم، اینا اینجور چیزا. کالاف میریم، ماینکرافت میریم، روبلاکس میریم. یک کالاف باس فیلی پلی نمیده ولی من پلی میدم. فیری دیگه حال نمیده، فری فایر دیگه بهم حال نمیده دیگه، میخوام حذفش کنم. بچه کالاف 60 گیگ چطوری؟ خب این کیه در موتور گاز میده؟ بقل من اومدم خونه پدر بزرگم، همون آقا جون. اومدیم پلی بدیم دیگه، دایمندی کنیم. کی اومد؟ واهی تو اسکوپم بودا. واو چی میشد یه دونه هیت بزنم بخوره. خب میخوایم تو ایوون بخوابیم. نمیدونم حالا شما بهش میگین. خونه 3 طبقه. و ما طبقه دوم هستیم. 2 الان شد طبقه یعنی خونه مقدسی. عدد مقدسی شد 2 عدد مقدسی. آجی قبلا میاد اینو میزنی آتیش میگیره، برق میگیره. حاجی کیه در میزنه داره. حاجی اونجا بود نه همیشه اصلا یه جایی هم کم کرده بود ماشاءالله، اصلا هیچ جوره اصلونش.
آها بالاخره بعد از سالها سالیان سال چند نفر کشتم؟ 5 نفر دیگه میخوام. داداش اینا نمیخورن ها، رجیستر نمیشه. اسنایپ ما کاری بازی کرده یا خودمان یا این خانومه. اسنایپ هم فکر کنم کارهای بدی کرده. زیلات کجایی؟ زیلات، من زیلات میخوام. پلیرها وقتی پلیر وقتی تازه وارده نمیدونن رجیستر چیه، هیچی نمیدونن چیه. وقتی دختر میبونه حاجی برکته ریجستر نمیشه بابا. نزدیک بودا، یه شوت خیلی خفم نزدیک بود بزنم. تازه اینجوری نیست، یه شوت هم میزنه خود چی اسمش چیه، اکتیویژن سازنده بازی پشماش میریزه. اسنایپر اینجا کم میکنه. کیه در میزنه، درو بلینگر میزنی. منم مادرتون غذا و نیاوردم مراتون. بس چی بوری تریاک لامصب آدم خمار مست تو این جامعه خیلی زیاد شده. 41 نکن حاجی. این چیه دست؟ میگم اینو باید بزنیم دیگه، ما نوبیم. ببخشید علیزی سیکرا، ما نوبیم. آبروداری داریم میکنیم. داداش خود سگ نمیدونه بگیره بزنه. بزن. وای نزن اون یه دونه که نزد. خدا رو شکر نزد. خدا هیچ کس نره پیشش. 45 یس. منم نمیرم، من ریسک نمیکنم. اگه 1/100 ثانیه زودتر میزدم نه شاید هم آینده نمیدونم. خب گایز برای عکس خفن امیدوارم این ویدیو خوشتون اومده باشه و حتما کانال من سابسکرایب کنید و زنگوله بغلیش هم بزنید تا از ویدیوهایی که من میذارم با خبر بشین توی چنل. پیام میاد حالا لقی خودم نمیدونم. و برای عکس خفن چنلمون رو به دوستان خود معرفی کنین و تا یه ویدیو دیگه بدرود.